آقای دارا هومز، این حرفی که میزنی به ضرر هم خودته هم املاکیای دبی. قرار نیست که ما که قراره نون در بیاریم به زن و بچه‌مون بدیم بزنیم توی خون مشتری. عزیزم من واقعیت رو به شما میگم، پول نقد به درهم ندارید که واحد رو نقد بخری، حداقل باید 24% رو نقد داشته باشی و اقساط رو به درهم داشته باشی تا زمانی که ملک آماده میشه. اگر نداری این پولو و فکر میکنی ریال دارم حالا انشالله ملک دارم میفروشم، عزیزم درهم شده 35,000 تومان، فردا میشه 60,000 تومان، قسط 2 برابر میشه. پولی رو که دادی از بین میره، اقامت هم اینجا گرفته باشی میگیرن ازت، ملک رو به کسی دیگه میفروشن، آه و نالش برای من میمونه. من روز اول به شما بگم بهتره اگر پول نقد داری برای خرید، اگر قسط 24% رو داری پیش پولو بدی و بقیه اقساط رو تا تحویل ملک میتونی درهمی پرداخت کنی، نه اینکه به ریال دارم، درهمی پولو کنار گذاشتی داری، من تو دارا هومز در خدمت شما هستم. اگر نه عزیزم هیچ وقت راضی نیستم لقمه ای رو ببرم سر سفره زن و بچم به قیمت از دست دادن سرمایه شما.